سلام سلام سلام. چخیلی که همه شما میدونید این برنامه میشناسی یا نه. یه بار دیگر خوش اومدید میگم با کلی پادپیسچیکانی سامانه نعیم جانی سیدعلی. اگر شما در همین سامانه پادپیست کنین حتما میدونید که در آمده ویدیوهای شوخی، یعنی که کلیپ های بهترین، سرودهای غریبی، سرودهای مادر گوش کنین. چخیلی که شما میدونید در برنامه میشناسی یا نه با خواهش پادپیسچیکان، یعنی در کامنتاری ها نویسن که باید ما در شهر باختر یعنی قرغون تپه رفته برنامه را آغاز کنیم. پادپیسچیکای محترم، با خواهش شما ما با شهر باختر آمدیم، یعنی که برنامه را کلانتر کردن. ما یکی از سراینده جوان امید بخش، ما همه شما میشناسیم او را با سرودهای عاشقی اهل دینی فخرالدین. اینک میرویم. سلام علیکم. یه بار دیگه شما سرودهای تاجیکی گوش میکنین؟ بله. صنعتکارای تاجیک خیلی میشناسین؟ بله. اهل دین فخرالدین هم میشناسین؟ بله. با کدام سرودها؟ یعنی با سرودهای غمگینیش میشناسین، با سرودهای خرسندیش میشناسین، یعنی که شوخی ایتری مادر وطن مثلا کدام سرودها؟ زیادتر شنوسی را گوش میکنم، دوستش میدارم. استاد جنبان میگه همون بچه که شنوسی بسیار گوش میکنم. بهترین، یعنی که اهل دین فخرالدین در همونجا اشتراک میکنن در همون سرود. بله. اگر شما اهل دین فخرالدین ای پیش ببینید میشناسین؟ بله. میشناسین نه؟ اگر یک اهل دین فخرالدین در جای ما حاضر همین شما را سوال بده، شما خودتون چه حس میکنین؟ فقطش صورت میگیرم نفهمیدم. بهترین. السلام علیکم. سلام علیکم. رمضان مبارک شود. سلام علیکم. برادر عزیز، ما یک برنامه پیش بردیم، یعنی که برنامه نامی برنامه میشناسی یا که نه. اگر شما خواهش داشته باشین در برنامه اشتراک کنید، اگر خواهش نداشته باشین اختیارا شما اشتراک میکنین؟ البته اشتراک میکنن. بهترین. ما همین خرسان میشن که برادرها یعنی که دوستا یعنی که در برنامه اشتراک میکنن. سلامت باشین. برادر عزیز، شروع میکنیم ای سوال ها. همین هنرمندای تاجیک هم میشناسین، یعنی سرودهای تاجیکی گوش میکنین؟ ها شما گوش میکنین اکا؟ بهترین. همین شما بگین که مقصد اهل دین فخرالدین شما میشناسین؟ با کدام سرودهاش میشناسین؟ با سرودهای نوید عاشقی هم چیزاش. عاشقی. شما چی؟ ما هم با سرودهای عاشقی. اهل دین فخرالدین یگان باشیده که مقصد سرودی مادر خونده باشه؟ خوندگی؟ بله. اگر یکی همو اهل دین فخرالدین اگر یکی ببیننش شما میشناسینش؟ چهرهش اخی ببینید میشناسین؟ اگر یکی از اهل دین فخرالدین بیاد در همین جای ما، در همین چخیلی که ما گپ زدم، بیا قط شما گپ زدن قطیش شما مقصد چه مناسبت میکنه یا که یگان گفتنی دارین؟ میگی یگان گفتنی داشته باشه، میگی یگان سرود باشه. اگر یعنی که اگر ببیننش میگن که یگان سرودک بخون، اگر حاضر همین در پیش ما بیاین بهترین. سلام علیکم. خوش آمدین به برنامه میشناسی یا نه. شما هنرمندای تاجیک هم میشناسین؟ میشناسیم. سرودهای تاجیکی گوش میکنین؟ بهترین. اهل دین فخرالدین هم میشناسین شما؟ شنیدگیم اهل دین. با کدام سرودها میشناسین؟ اهل دین فخرالدین تایید برآمدگی داونو. لیک خیلی گوش کردگین. من رسیدم دو چند سال نبوده برای. بهترین. یعنی که همون سرودخوانی همون شخص شما معقوله. بچه زود میخونم. بهترین. همین گپ در همون که هم بشناسنش خیلی خوبه، یعنی که قدر میکنین که وقتی سراینده تاجیک میشناسن. بچه زود میخونم آدم درسته. بهتر. اگر یکی همون شخص همون اهل دین فخرالدین در جای ما برآمد کرده باشه شما را ثواب بدن، شما چه قبولش میکنین؟ قبولش نیست پروست داد. همینجا جای مغازه شریف رمضان مبارک شود. شما در برنامه میشناسی یا نه اشتراک دارین؟ مقصد شما هنرمندای تاجیک میشناسین؟ سراینده های تاجیک، سرودهای تاجیکی گوش میکنین؟ بله بهترین. شما اهل دین فخرالدین هم میشناسین؟ میشناسین نه؟ کدام سرودها کتی میشناسین؟
خیلی بسیار سروداش گوش میکنیم. سرودهای عاشقی، سرودهای عاشقی، غمگینی، درباره مادر. بهترین بهترین. اگر اهل دین فخرین در جای ما باشه همین سوالا را شما را بتا شما خرسان میشه یا که زیغ میشین؟ اهل دین فخرین شما ببینید میشناسین یا که نه؟ میشناسین. بهترین. سلام علیکم. رمضان مبارک. السلام علیکم. سلام باشه. ماه شریفی رمضان مبارک شود. تا خود ما اینجا یک برنامه بردیم. نامی برنامه میشناسی یا نه؟ یعنی هنرمندای تاجیک، سراینده های تاجیک میشناسین یا نه؟ سراینده های جوانی امید بخش. نامی شما؟ من علی جوراخان آموزگار هستم و با سوال شما بسیار جواب دادن هستم که بسیار افسوس که من در جوانو عین جوانو در حضوره یکون جوان یکون حفیظی یکون سراینده خوبه هیچ مشاهده نکردم. بسیار خوب میشد که من میخواستم از جوانو آموزن بسیارتر از احمد ظاهر یاد گیرن، از احمد ظاهر یاد گیرن بسیارتر از احمد ظاهر و از بهترین یاد گیرن. حال خبردار نتوانم. بهترین اینا شاه اثر اینا شاه اثر ایجاد کنن. بهترین سخنان. اگر شما اهل دین فخری هم میشناسین یک سراینده جوان؟ من خیلی گودکو را نمیشتم. خیلی گودکو را جان سلامت باشین. ماه شریفی رمضان مبارک شود. زنده باشید. سلام علیکم برادر عزیز. خوش آمدین به برنامه میشناسی یا نه؟ میشناسیم. بهترین. برادر عزیز نام شما؟ نام من هودی. بسیار نامی بهترین. اکا جان هنرمندای تاجیک یعنی که سرودهای تاجیکی گوش میکنن یا که نه؟ سرودهای تاجیکی گوش میکنیم و گوش میکنن. یعنی هنرمندا را میشناسین؟ خیلی تا میشناسیم شما. بعضی‌هاش هم میشناسین. اهل دین فخرین هم میشناسین شما؟ اهل دین فخرین که نمیشه همه میشناسن. بهترین با کدام سرودهاش؟ خیلی همه سرودهاش خیلی 50% چیزا میدونیم خیلی گوش میکنیم. بهترین. یعنی که سرودهاش گوش میکنن با شما پسند است آوازش ها؟ آوازش با شما معقول است؟ نه آوازش معقوله که چه نه آوازش معقوله. اگر اهل دین فخرین هست در جای ما همین سوالا را در شما داده باشه شما چه تصور میکنید؟ چی بگم؟ سلام علیکم. السلام علیکم. ماه رمضان مبارک شود. شما در برنامه میشناسی یا نه قرار دارید. یک سوال در شما داده می شود که شما صنعتکار تماشا میکنین؟ صنعتکار تاجیک کم. سرودهای تاجیکی گوش میکنین؟ کم. اهل دین فخری را میشناسین؟ ای ها. با کدام سرود؟ رفت تو با دیگر مگه کو رفتی تو با دیگر مرا کردی خونی همه بهترین. اگر اهل دین فخرالدین شما خیلی ببینین شب میشناسین؟ همین اهل دین فخرالدین حاضر بیا در جای ما شما را سوال بتا مثلا بگه که همین سرودخوانی من با شما پسند هست یا که نه؟ شما چی میگین؟ سوید میدادم که در بایدش گریه نکده بخونه بایچه. همین را در روز گفته میتونه شما یا نه؟ گریه نکنه. بیشتر گریه نکنه اهل دین. سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. سازن خواهر جان خوبه؟ میشه؟ خوب بگه نکه؟ نو من میگم نمیترسم. مقصد در شما سوید دادم میتونم که امی بیشتری بایدتونه در نظر من دیگران نمیدونم نه در نظر من میتونه که شما گریه کردن میخونه. امور اگر گریه کردن نخونم اگر وای تاثیرش بود خیلی خوبتر نمیشه. احساساتش خوب نمیشه. نه مقصد کلیپ‌ها در خارج سوم بسیار از خودش برای خود گیره میکنیم. سلام علیکم برادرای عزیز. نام شما؟ علیم جان. نام شما؟ مهراج دین. علیم جان. خوش آمدید به برنامه میشناسی آیا نه؟ برادرای عزیز شما هنرمندای تاجیک میشناسین؟ یخش. میشناسین. یعنی سرودهای تاجیکی گوش میکنین؟ بله. شما چه اکا جان؟ میشناسین. بهترین. شما یعنی که اهل دین فخرالدین میشناسین؟ اهل دین فخرالدین میشناسین شما؟ شما چه اکا؟ میشناسین. یعنی با کدام سرود میشناسین؟
کاتا استار بس آخه اگر دوری بعدی سوده است سرود این شب گل من امشب گل که چخلی اکم کاتا امشب گل من چخلی بیا با هم بیمانه بهترین شما چی ما اگه باید چگو شگنه سیدسی یعنی سرودخوانی همون شخص شما معقولن بهترین اکا جون اگر یکی همون اهلدین فخرین در جای ما بیا اینجا برنده شوه شما را سوال بتا شما در همون یگان خیلی سخنای خوب یعنی که سخنای یگان شعرت معقول نیست گفتن میتونه شه دستگیرش میکنیم ما را میگیم شما همون هنرمند دستگیری میکنید سرودخوانی شما معقوله بهترینه السلام علیکم سلام سلامت خوبه برنامه میشناسی یا نه نه برای چه جون میتونه چرا ادمی همه حیوانو فرزون سرگرم نیست سلام علیکم برادر عزیز برادر عزیز نام شما ما اکا اگما جون ما اینک یک برنامه پیش بردیم برنامه با نامی میشناسی یا که نه اگر شما اجازه بدید برنامه را آغاز کنیم ما گوش میکنم بهترین اکایا یعنی که شما هنرمندای تاجیک میشناسین یعنی سرودهای تاجیکی گوش میکنین البته یکی از حافظ جوان اهلدین فخرالدین میشناسین شما اهلدین فخرالدین شنیدگی ما کاوتا شنیدگی انوخی سرودهاش هم گوش کردگی بخیالم کمی هم باشه گوش کردگی اگر یک مودو اهلدین فخرالدین هست در جای ما رنگ روی بریم باشه شما در همون یگان درخواست دارین یا کی نه درخواست ما چه سلام میکنیم چی بانه یگان سخنی بد با او ندارین نه اگر نه تمام همین چیزی زندگی را در همون حیات همون دیدگی آخه بله سلامت بشه خیلی بینن میشناسین شاکا بینه نمیشه نه راست نه خیلی میشه باید آدم باید راست بگه مقصد بله بله باید ببینی بشناسی نشناسی وای فنا داره اگه اهلدین فخرالدین یکی سوال داشتی ساعت سلام علیکم خوب سلامتی خوب نام شما جمشید جون شما هنرمندای تاجیک تماشا میکنین گوش میکنین یعنی که سرایندای تاجیک تماشا میکنین گوش میکنین گوش میکنین سرودای تاجیکی گوش کردگین بهترین شما یعنی که اهلدین فخرالدین میشناسین میشناسین با کدام سرود میشناسین سرودای غمگینی عاشقی چخلی همین عاشقیش مثلا نه اگه مقصد یگان سرودش گفتن نمیتونی یگان قشنگی با فلان سرود میشناسیم شما هر روز خلاص اکا میشناسین شما یا کی نه اکی تر میشناسمش اگر یکی همون مودو در جای ما که بیا برندگی کنه شما را بگه که اهلدین فخرالدین میشناسین شما چی میگین میشناسمش ببینید میشناسین شما بهترین یعنی که سرودهاش هم گوش کردگین او قدر یادتون نیست بهترینه نام شما چی بود جمشید جون بهترین نام اینه که خوخواتن اونم طرف تا سلام علیکم برادر سلام علیکم خوبه برادر سلامتی خوبه بخش کی یک لحظه وقت شما رو بگیرم اگه اجازه داشت بتین چی گپ یکا شما سرودهای تاجیکی گوش میکنین گوش میکنم سرانه تاجیک میشناسین میشناسم اگر رنگی که خیلی شما کم چیز ارسی گوش میکنین نه ما خیلی بسیار یو خیلی گوش میکنم چمالکو ها اکا جان شما اهلدین فخرالدین هم میشناسین با کدام سرود میشناسین چی با کدام سرود میشناسین وای حافظه خیلی اهلدین فخرالدین با ما خیلی کم که یگان خیلی باکسیوره چه من نه حافظه رو نمیشناسم